نامش توتی است و از امروز در هند پا به عرصه وجود گذاشت. توتی که به فارسی سخن میراند از امسال بر روی دست دانش آموزان هندی پایه‌های 7 تا 12 که میتوانند زبان فارسی را از بین 10 زبان کلاسیک اعلام شده انتخاب کنند مینشیند. منابع آموزشی متعددی تا الان هم در دانشگاه‌ها و هم مراکز آموزشی ارائه شده، ولی نیازمند به مطابق سازی و تطبیق دهی با فضای فرهنگی هند. با تصویب سند ملی آموزش و پرورش هند در سال 2020 میلادی، فارسی نه یک زبان خارجی بلکه به عنوان یکی از زبان‌های کلاسیک این کشور بزرگ و پهناور در مدارس آموزش داده می‌شود. کتاب توتی بر پایه رویکردهای نوین آموزش زبان دوم برای دانش آموزان 11 سال به بالا تألیف شده است. توتی کتاب بسیار پرارزش است از لحاظ یاد گرفتن زبان فارسی برای بچه‌های دبستان و همچنین کسانی که می‌خواهند زبان فارسی و خط فارسی را یاد بگیرند. به این دلیل کسانی که این کار را انجام دادند بنده تبریک میگویم و هم تشکر. در این کتاب به طور همزمان به همه مؤلفه‌ها مانند دستور، واژه و تلفظ و مهارت‌های چندگانه زبان از جمله شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن توجه شده است. مخاطب کتاب نوجوانان هندی زبان هستند. در تصویرگری کتاب به فرهنگ و نمادهای هندی توجه شده و حتی اسامی شخصیت‌های آن عمدتاً هندی و ایرانی است. لباس‌ها، رنگ پوست و چهره شخصیت‌ها، اسامی افراد، حتی نام غذاها و نام مکانها به گونه‌ای طراحی شده که یک هندی این رو زبان خودش احساس بکنه. توتی هم یک واژه مشترک فارسی هندی است و هم بیانگر علایق مشترک ایرانیان و هندیان است. این توتی قرار است زبان مردم هند را به فارسی باز کند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی 9.